برای درمان مجروحان جنگ در دفاع مقدس نیاز بود که زمان بین مجروحیت و عمل جراحی به کمترین میزان برسد. ساخت بیمارستان صحرایی راهی برای حل این مسئله بود. یکی از این بیمارستان‌ها بیمارستان صحرایی امام حسین علیه السلام بود که در جنگ زیر آتش دشمن 24 ساعته فعالیت کرد و جراحی‌هایی انجام داد که بعضی از آنها فقط در بیمارستان‌های تهران ممکن بود. پزشکان این بیمارستان که در کمتر از 8 ماه ساخته شده بود، توانستند 27,000 عمل جراحی انجام دهند و جان انسان‌های بسیاری را نجات دهند. پزشکان جنگ از تجربیات داخل این بیمارستان صحرایی برای پیشرفت پزشکی در سالهای بعد نیز استفاده کردند. مثل جراحان بیمارستان پیوند ابوعلی سینا که امروز بزرگترین بیمارستان پیوند غرب آسیا و رکورددار بیشترین جراحی پیوند دنیاست.